الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمده وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. اساتید گرامی، علمای محترم و حضار عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از هر چیزی خدای بزرگ و بی همتا شاکر و سپاسگزاری هستیم که به ما نعمت حیات و هدایت را ارزانی داشته و توفیق و حضور در این جمع پررونق را عنایت کرده است. خدایی که رحمتش شامل همه مخلوقات است و فضلش بر همگان جاری است، همانگونه که خود در کلام نورانیش فرموده: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. عزیزان من، این آیه عظیم ما را به تأمل در عظمت و گستردگی نعمتهای الهی دعوت می دهد. آن نعمتهایی که نه تنها شمارش آنها ممکن نیست، بلکه فهم کامل آنها نیز فراتر از ظرفیت بشری است. عزیزان من، وقتی که سخن از نعمت به میان می آید، بسیاری از ما نعمتهای مادی را مانند پول و ثروت و آب و غذا را فکر می کنیم اینها نعمتهای اصلی هستند. اما نعمت اصلی الله سبحانه و تعالی و نعمتهای معنوی الله سبحانه و تعالی مانند نعمت ایمان، نعمت هدایت، نعمت علم و عقل، اینها از گرانبهاترین نعمتهای الله سبحانه و تعالی هستند. این نعمتها عواملی هستند که الله سبحانه و تعالی اینها را در اختیار بشریت قرار داده تا انسان را از تاریکی به روشنایی بیاورد. عزیزان من، یکی از گرانبهاترین نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی بر بشریت منت نهاده و بخشیده است، نعمت دین مبین اسلام است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این نعمت هدیه است که الله سبحانه و تعالی به خاطر مهربانی های بیشمارش بر ما ارزانی کرده است. دین مبین اسلام چنان دینی است که انسان را از تاریکی به روشنایی و انسان را به راههای انسانیت و هدایت الله سبحانه و تعالی راهنمایی می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا با بعثت خویش به این دین اوج بخشید و با برنامه‌های برای زندگی فردی و اجتماعی بشریت ارائه دادند. برادران و خواهران گرامی، قرآن کریم دین امت محمد صلی الله علیه و سلم را این گونه معرفی می کند: کنتم خیر امت اخرجت للناس. این جایگاه ممتاز و ویژه‌ای که الله سبحانه و تعالی به این امت بخشیده است نه تنها افتخار بزرگی برای ماست، بلکه این یک مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ما میگذارد. ما مسلمانان باید الگویی از ایمان، اخلاق و عدالت باشیم و این نعمت الله سبحانه و تعالی را قدر شماری بکنیم. اما باید بپرسیم چرا با وجود این جایگاه والا و این عظمتی که الله سبحانه و تعالی به این امت اسلامی بخشیده است، مسلمانان امروزه با چالش‌های گوناگونی مواجه هستند. پاسخ این پرسش این است که انسان‌ها از ارتباط با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت‌های ناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله گرفتند. وقتی که مسلمانان از سنت‌های ناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله گرفتند، از سرچشمه سعادت و خوشبختی حقیقی دور شدند. علامه اقبال لاهوری چه زیبا این حقیقت تلخ را به تصویر می کشد. می فرماید: ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. این واقعیت نشان می دهد که تنها راه سعادت و خوشبختی بشریت این است که انسانها به سنتهای ناب محمد صلی الله علیه و سلم و به قرآن کریم چنگ بزنند. و ما
زمانی می توانیم جایگاه والای خود را بشناسیم و به جایگاه واقعی و حقیقی خود برسیم که سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم پایبند باشیم. علمای کرام در این بخش رسالت محمد صلی الله علیه وسلم نقش بسیار سزای ایفا می کنند. علمای کرام وارثین پیامبران هستند و اینها مسئولیت بسیار سنگینی دارند در این جامعه. علمای کرام وارثان پیامبر صلی الله علیه وسلم هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید العلماء ورثة الانبیاء. پس شما ای علما و ای فارغ التحصیلان عزیز، شما اکنون وارثین این رسالت بزرگ هستید. دارالعلوم زاهدان و دیگر مراکز علمی و دینی شما را برای این مسئولیت خطیر آماده کرده است. پس وظیفه شما این است که علم خود را در جهت ترقی و پیشرفت و در جهت روشنگری و هدایت جامعه و بشریت ارائه دهید. سروران عزیز، امت اسلامی امروز بیش از هر زمانی نیاز به همدلی و وحدت دارد. پس شما در این جهانی که ارزش‌های دینی و اخلاقی به شدت مورد تهدید قرار گرفتند، شما به عنوان حاملان پیام الهی به معرفی زیبایی‌های دینی بپردازید و این امانت الهی را به نحو احسن انجام بدهید و ادا بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید خیر الناس انفعهم للناس. بهترین شما کسانی هستند که به دیگران سود و نفع برسانند. پس این سخن به ما این دعوت را می دهد که به این مسئولیت دعوت می دهد که ما علم خود را و زندگی خود را برای خدمت به خلق قرار بدهیم. عزیزان من شما باید شکر نعمتهای الله سبحانه و تعالی را به جا بیاوریم و ارزش واقعی خود را بشناسیم و با مسئولیت‌هایی که الله سبحانه و تعالی در اختیار ما و در بردوش ما گذاشته است به آنها عمل بکنیم. امت اسلامی امروزه به علمای عامل و به مسلمانان مخلص نیاز دارد. ما باید تلاش بکنیم که نور ایمان و نور اسلام را در این جهان پر از آشوب روشن نگاه داریم. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی به من شما علم با عمل عنایت بفرماید. و آخر دعوانا الحمدلله.